یکی معروفی کرخی میبیه که از ولیهای خدا نگاه میکنه و میگه من قطعی دوست میگیرم. من میخنده میگه من نمیتونم. میگه نه تو مردی خدای، من قطعی دوست میشم. گفته با آن شرطه که وصیتت میکنم وصیت میگیری با دوست میشیم. تا چی؟ تا بازاری بصره میری و 1 سال گوگرد میفروشی تا عبید، بعد عبید گوگرد خیر میتهی. همین خیل میکنه 1 سال میگه چه خیل آدم جمع کردی و همین خیل جوره بسیاره که تو باز گفتنه تا این سال ده دکان تا کلید میکنی همونجا میشینی گدایی میکنی. بعد این سالش گدایی میکنه میگه چه خیل شده و جورات؟ میگه تخم یگون تشنمون اما گرخته رفت. گفته گرخته رفت. گفته ای دنیای هم خیلی با من دوستی طلب میکنی، من هم نمیتونم. کیه همینجا دوستی واقعی آدم؟ برای همین عزیز دوستی در سرخون نشوه، دوستی پول نشوه، دوستی به خاطر این و آن نشوه، خالصا لیلا به خاطر خدا دوست شوه. تو من هم نمیتونم ایودش نمیبرم. بعد میگه خودش دیوانگی دم انداخت و یکی میگه صدا بلند کردم بلند. کیستی گفت ما دوستات معروفی کرخی. میگه در روی کردن و سنگ گیری. گفتم معروف دیوانش مردم به سنگ میزنه. همین زد همه گریخت. گو دروغ نگوی، لعنت بر سرتون، شما دوست نیستی. نخود دوست ای سنگ دوست گریزه با یک سنگ من شما گرفته رفته سولی. بگه یک کاری دیگه بیا هیچ که نمیمونه.